در شهر دوشنبه همایش علمی و نظریوی تحت عنوان نقش پیشوای ملت در تحکیم استقلالیت دولتی و رسیدن به آرمان‌های ملی برگزار گردید. در این همایش علمی نمایندگان وزارت و اداره ها، مؤسسه های تحصیلات عالی، عالمان و محققان و جوانان فعال شرکت ورزیدند. در جریان همایش تاکید گردید که با راهبری و سیاست خردمندانه پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان استقلالیت دولتی همچون بزرگترین دستاورد ملت تحکیم یافته، زمینه استوار رشد و پیشرفت دولت و جامعه گذاشته شده است. در این چورابینی سطحی بلند کارنامه‌های پیشوای ملت در تحکیم استقلالیت دولتی، در به دست آوردن وحدت ملی و نقش امامعلی رحمان را همچون راهبر عالی کشور، همچون پیشوای معظم ملت در رسیدن به هدف‌های استراتژی و همزمان دستگیری‌های دائمی پیشوای ملت را وابسته به تطبیق سیاست دولتی جوانان محاکمه‌رانی کرده شد و در دورنمای سیاست دولتی حکومت دولت جمهوری تاجیکستان نقش جوانان و رشد علم و معارف یکی از مقصدهای مهم دانسته یا ارزیابی کرده شد. عالمان و کارشناسان در برآمدهای خود ذکر نمودند که نقش پیشوای ملت در تأمین صلح و ثبات، تحکیم وحدت ملی، رشد اقتصادی و اجتماعی و بالا بردن جایگاه تاجیکستان در عرصه بین المللی بی‌نظیر می باشد. همچنین توجه مخصوص سرور دولت به ارزش‌های فرهنگی ملی و حفظ منفعت‌های استراتژیکی همچون عامل مهمی رسیدن به آرمان‌های تاریخی ملت ارزیابی گردید. در زیر سیاست پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، ملت تاجیک توانست که با دستاوردهای بزرگ در سمت بنیادکاری و سازندگی، رشد ساحه انرژتیک، ساختمان راهها و با هدفهای بزرگ استراتژی نائل گردید. در جریان همایش اشتراکچیان تاکید داشتند که هر یک شهروند کشور وظیفه‌دار است در تحکیم استقلالیت، حفظ وحدت ملی و عملی نمودن سیاست پیشوای ملت سهم ارزنده خود را گذارد.